میان شهرهای دوشنبه و مشهد باز یک خط مستقیم پرواز باز شد. دیروز اولین هواپیمای خرد شرکت ریمان ایرویز امبرایر ERJ با 15 مسافر از این شهر ایران و پایتخت تاجیکستان رسید. این طیاره دارای گنجایش 45 مسافر بوده است. مشهد اومدم ابتدای اون که دیگه این سال‌ها دیگه برخورد خوب ما را دادن، میگن مهمان نوازن، دیگه همه جور هست که این کارا مهمان نوازن. من شنیدم که رئیس جمهورشون خیلی بسیار 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 مهربان، خوب، بخصوص. سفر تقریباً 1.5 ساعت طول می‌کشد. چیپتا $110 یا خود 1020 سومانی ارزش دارد. باید گفت که حالا میان این دو شهر هواپیماهای شرکت ایرانی واریش ایرلاینز نیز پرواز می‌کنند. شرکت تصمیم گرفت که هفته 2 مرتبه با خط مشهد دوشنبه مشهد روزهای دوشنبه و جمعه پرواز انجام دهد. حالا که ما آغاز پرواز کردیم از فقط در روزهای دوشنبه، باوری دارم که این یک خطرناک میشود که بین دو کشور، دو خلق با هم برادر، دو خلق با فرهنگ و هم فرهنگ و هم تاریخ مثل رقای پیوند انسان‌ها و هم میپیوندند. باید گفت سالهای اخیر مناسبت تاجیکستان و ایران گرم شده، رفت و آمد، تجارت و همکاری‌های فرهنگی نیز بیش از پیش گسترش می‌یابد. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.